سلام بچه ها، خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. من آشام گیمر هستم. خوش اومدیم به چنل خودتون آشام گیمر. بچه ها امروز 5 تا اتچمنت 5 تا اتچمنت بتل رویال براتون آوردم. برید بزنید عشق کنید. یعنی عالی ترین اتچمنت ها رو براتون پیدا کردم که یاره مچز، هر شاتگان، اسنایپ، SMG، اسارت رایفل، همه چی گذاشتم. بچه این اولی اچس بزنید وان تپ. دیگه خودتون میدونید اچس اگه رو اسکلتی بندازید که یکم سنگین میشه، ولی خب این کارمه خیلی بد میزنه بچه ها. خودم تستش کردم که به 4 وان شات کرد 4 تاشون سولو اسکواد. خب بچه اینم 117. بچه این یه اسکواد بود، از اول بازی هی اسکوادمونو میزدن. اینم دیگه هی اسکواد ما رو میزدن چند نفری، خیلی تاکسیک پلی میدادن. بعد آخرش اینجا نگاه کنید دیگه که چجوری منو زدن. 4 نفرشون ویدیو رو بزنید عقب ببینید. 4 تایی خوابیدن اونجا، بعد میگیرن رو ما. کاور دارم ولی ما کاور نداشتیم. وقتی دراپ اومد من رفتم این دیلی که بهتون دادم و کشیدم. دراپ بعدی هم 117 رو کشیدم دیگه. حالا خودتون ببینید چی شد. من دیگه صحبتی ندارم فعلا. اینم رایته که بچه خیلی فسته، خوب میزنه، 2 شاته. بچه اینجا یارم رو زدن، من رفتم 117 بکشم. خب 117 رو کشیدم، داشتم استایپ میزدم که اولین شاتم میست، دومی میست دیگه. اومدم پشت کاور آرمار پر کردم. خب بچه اینجا وقت آرمورم پر شد یه نفر از اونجا خط یارم رو گرفته و واسه بزنه. خطشو گرفتم، یه هد ازش گرفتم. بعد دیدم یارم رو دمیج کرد. اینجا دیدم یکی از یارم اون یکیشون هم زد، دومی هم زدن دیگه. من اینجا رفتم که بلند نکنه اون هدی که زدم. من اینجا دیدم اصلا کسی نیست، یه ریوایوی تازه اومد بره بلندش کنه. چون اینجا سری راشو دادم، یا دیدم سرش منوش. اینجا یه پیک داد دیگه، ودیکو کاشتم که یو نگیرم. اینو فینیش دادم که هدشو زده بودم دیگه. این اسکواد ترای هارد رو بالاخره تونستم بدم لابی. اگه حال کردی لایک رو بکنید.